سلام دوستان، علی اربابی هستم، ریل استیت ایجنت توی شهر تورنتو. امروز میخوام یکی از مناطق پرطرفدار و معروف و لاکچری شمال تورنتو رو بهتون نشون بدم. این منطقه توی شهر وان هستش، تقاطع خیابون‌های الگین میلز و باترس و یه پاکتیه به نام وودلند ایکرز. توی این منطقه شما میتونید پر از پراپرتی های لاکچری با مساحت های زمین بسیار بزرگ مثل 1 اکر، 2 اکر و ساختمون های خاص پیدا بکنین. دوست دارم امروز همراه من باشین، یه تور از این منطقه بهتون بدم تا بیشتر با این منطقه آشنا بشین. یه سری اطلاعات تکمیلی هم خدمتتون میگم. خب خیلی خوشحالم که امروز هم باز در خدمتتون هستم. آماده باشین که میخوام یه منطقه فوق‌العاده رو بهتون تو این روز بهاری زیبا نشون بدم. همونطور که بهتون گفتم بچه‌ها، منطقه وودلند ایکرز مثل یه بهشت پنهان با درختای سر به فلک کشیده‌اش توی شرق شهر وان قرار گرفته شده، یعنی نزدیک خیابون‌های باترست و همچنین الگین میلز. همین باعث میشه دسترسی فوق‌العاده رو به تمام نقاط شهر براتون فراهم بکنه. همونطور که دارین میبینین خونه‌های اینجا توی زمینه خیلی بزرگ ساخته شدن. اول از اون که به صورت کاستوم بیلتن، یعنی اینه که هر کدومشون طراحی و معماری منحصر به فرد خودشو داره. دومی این که متوسط سایز زمین‌های اینجا از 1 اکر بزرگتر هست. یه چیزی بین 1 تا 3 اکر زمین‌های این منطقه تقسیم شده. دیگه میتونین حدس بزنین دیگه، اولا فضا برای همه چی خواهین داشت. خیلی از خونه‌های اینجا دارای زمین‌های تنیس، زمین بسکتبال و استخر اختصاصی خودشون هستن. قاعدتا این منطقه میتونه گزینه خیلی مناسب باشه برای افراد خاص پسند، چون که هیچ کدوم از این خونه‌ها شبیه هم دیگه نیستن و با طراحی و معماری کاملا متفاوتی ساخته شدن. این خونه ای هم که الان داریم از جلوش گذر میکنیم یکی از قدیمی ترین خونه های این منطقه هست. خاطرمه که یه روزی با مالک این خونه صحبت میکردم و برام تعریف میکرد که چطور 45 سال پیش وقتی که اینجا زندگی میکردن دونه دونه خونه های بعد کنار اینا ساخته شدن و به حال منطقه توسعه پیدا کرد. اما بریم سر موقعیت محله که همونطوری گفتم نزدیک بودن به تقاطع باترس و الگین میلز این امکان رو فراهم کرده که تنها با 15 دقیقه رانندگی شما دسترسی داشته باشین به اتوبان 400، وان میلز مال، واندرلند، بیمارستان تازه تأسیس کورتلیچی و همچنین بسیاری از مراکز خرید منطقه وان. ویژگی خونه‌های این منطقه اینه که علاوه بر این که شما همچنان در نزدیکی مراکز پرجمعیت شهری و همچنین مراکز اقتصادی شهر تورنتو قرار گرفته شدین، بلکه لایف استار کاتیج مانند رو هم برای خودتون حفظ کردین و میتونید از فضای زیبای این منطقه استفاده بکنید. اما بریم یه ذره اطلاعات بیشتر در مورد خونه‌های این منطقه بهتون بدم. مساحت داخلی خونه‌ها اینجا تقریباً از 4000 اسکوئر فیت به بالا هستش، حتی تا 10 و یا 11000 اسکوئر فیت. تو چند سال اخیرم به علت پا به سن گذاشتن تعدادی از خونه‌های قدیمی‌تر، بسیاری از دیولپرها و سازنده‌های مطرح شهر خونه‌های فوق‌العاده و بیمانندی رو ساختن. میتونم بگم اینجا یه رینگ بوکسی برای معمارای معروف شهر تورنتو شده. قیمت خونه‌های برای فروش این منطقه هم امروز تقریباً از 3 میلیون دلار تا 14 میلیون دلار متغیره. قاعدتاً خونه‌هایی که در تراز بالای قیمتی قرار می‌گیرن دارای مساحت بیشتر و همچنین مدرن‌تر و نوسازتر هستن. اما خب احتمالاً الان میپرسید خب چه مدل آدمایی توی این منطقه زندگی میکنن و بیشتر از چه ملیتایی؟ قاعدتاً میتونید حدس بزنین که افرادی که توی منطقه زندگی میکنن از سطح درآمد بالایی برخوردار هستن، اما اکثریت افرادی که توی این منطقه هستن از ملیت‌های ایتالیایی، یهودی، چینی، روسی، هندی و البته ایرانی‌ها به تعداد زیادی در این منطقه ساکنن.
اما چند تا نکته از زبون افرادی که توی این منطقه هستن خدمتتون بگم. به قول یکی از دوستان و همچنین کلاینت‌های عزیز گذاشتم که توی این منطقه براشون خونه گرفتم، به من میگفتن علی جان ما نه تنها اینجا خونه خوشگل گرفتیم بلکه کار دومی هم گرفتیم، اونم نگهداری از این خونه است. قاعدتاً اگر توی این منطقه زندگی میکنین شما نیاز به یک باغبان و یک فردی دارید که بتونه به هر حال مینتیننس زمستانی رو از منزلتون انجام بده. همچنین دقت داشته باشید با توجه به سایز و قیمت املاک توی این منطقه باید انتظار بالا بودن مالیات سالیانه و همچنین پراپرتی تکس رو داشته باشید. اما اینو بهتون بگم لذت زندگی کردن توی وودلند ایکرز تجربه‌ایه که بعید میدونم تو منطقه دیگه‌ای تو سطح تورنتو بتونین تجربه بکنین. اگر اطلاعات بیشتری در مورد این منطقه زیبا میخواین بدونین و یا اینه که قصد خرید و یا فروش ملک خودتون رو توی این منطقه دارین، خوشحال میشم در خدمتتون باشم. راههای ارتباط هم پایین این پست توی کپشن براتون گذاشتم، میتونین اپایمنت خودتون رو بوک بکنید. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.